minnettarım çişimi sayesinde. به نویسنده و ما نکدی بیام شتگوام یه شاعر تو anu اما abar ko دوستی majako. گفتن که رسول Dube, آتکه اول من dube رسول maga هیچ bandi یار yo من diwan رسول dar ko چی میکنم maga ki bondi رسول maka یا ki اول nobat کتا resi ki امیدم که dostana شما bika. آقا مردمان بیار ورزا نه آور بکنه پین بکنه Bada شما mam یا marduman ایران nobat sara abar ba majako. دوشی Zubair ka majako ti دوشی makaban. Zubair ka دوشی واد شپا ما makaban. شب ساعت دو Zubair سه ka اگر man dasmani ka tu makaban. मैं अवर बोर्जी अवरम और बोर्ज Wa अवर Zubair. कोतने شب ساعت Zubair دو سه ka. مبتی کوتنه کنه شما این مراد شما واجه عبدالسلام ما هیچ فامیل نامی نگرم اب بچه بزرگ زاده مزاگی Bada لایک نه که ما majako عبدالسلام Zubair. Aba عبدالسلام nobat فلانی Muhammadi ke bada nobat to تو resi. Awal wajib nobati resi ke. مردم ادا حزبی مردم کنگان تو آیا زکات بکنه سواکی آور بکنه او یه واشنه او دوشی موتی مایک پاچ کو اتنا کمان دوشی مشاعر جواب داتگا بله امید ہے کہ وتی اما دیوان پاچ بھی او یا Ka nöbete resid wace nöbete resid ti nöbet ki arrested u ti costane bikan. Çünkü İlgara kamneşte nişana ama haber hast paguşa ki atage burza. Ni katil manna luta ki naz me am boa ye naz شهر pipo gi اسلام pipo burahe شما mando o ti nöbete sana دوشی تو haber بچه bikana. دوشی تو بچه یا بار ما رسول اچ پاجان یارو رسول کہنے بل مزانو یا کی اوری کوتی ما آواز کار شبیر ما نزانو کہنے kujiigene ma duan wajakaran pajana dushi to pachi ma ayatna apna dushi to pachi wajakarani o chi gegu to wajakaran rashote Bale marchi to weshe ko kan chi kan shuma pachi majako dushi wace ma hamte ti nöbet ki shuma arrested tawar korre manna pachi guşa majal doğrada manna guşa majal doğrada manna guşa ma yakire ma kabande kana manna guşa bas hamin nazm nöbet beraber bi her وقت نوبت haber بکن وقتی خبرانه بکن وقتی جستانه بکن وقتی شکایتانه بکن این مشکلی نه بله نوبت سر ببید آرام سر دیوان پا آرامی بگردید این مردم که برده که گد شان خبر پا گوشه کرد تو وقتی خبرانه کو بلوچ نوبتت بلوچ وقتی خبرانه کو انو نوبت واجه محمد اگه واجه محمد ریگی ماکشومه ایگه سلامت به من یک لحظه فکر کو اشتباهی دیگه گروهی شدم دیگه واتساپ تا چه کلابوس تا هر کس واترا جنگ 72 ملت جنون به نظر موضوع من ها برزگا که وانی چپاول طلای تفتان بلوچستان تخریب محیط زیست دستگیری آقای کردی تمندانی من سری موضوع آوردین اگر امکانی هستین و دیگری مایکیت مایت ممنون نبی نظر توار پا خوبیتن آقای درویش جی تو یه بار برابره و موضوع همشین در حقیقت آه، اه، واقعیت هم یهشن که من خب فکر یک ساعت گیشتره جعله گنشتون گوش شدید به جز یک دو نفر بقیه راجب موضوع راجب مسئله راجب سابجکت خبر ندم به آشیه روته به قول معروف به کوچه علی چپ جن تو هر کس یکی دیگه را دارید تخریب کن اما انو مسئله معدن طلای انجیر که تفتان یعنی انجیرک یا انجیر لوتن راجع بایی بردین که آقا چه اتفاقاتی ته یه محدوده که به چه دلیلی آقای کردی تویندانی بازداشتش کرده و پشت یه صحنه یه چیدمان که یعنی یه من اتفاق موافق اون یکی دوستان گفت که دیدم فقط مسئله یه نه این که نزانین کم که یه آرمانی و شیشی که نزانین فلان کنین و یه نک بیت و اتفاقات فلان ایشان امکان ندارید اول من یک راجب یه مسئله این که یک معدنی طلایی حالا کشف بوده یه
چندین مدت هنو بعضیانشون آقا دوران پهلوی هم زانتگن که دن طلا هسته هنو بلکه به دلیل که تکنولوژی آن که پیشرفت نکرده یا شرایط معینه بوده نشدند، ولی تا جایی که من وشدین من موقع که دانشجویتون تهران ده 80 حتی یه بلوچایی که یه رشته وانن و نام نگیریم، خب چون طرف دان نه این نامه نباید گیره درست نیم. به هر حال در یه مورد معدن هایی که ته بلوچستان هستن به خصوص تفتان من دقیقا نیوش است یک دانشجویان بلوچ تحقیق کرد و ما که دانشجویت دیگه ما علاقه داشتیم که نشی چیه شرکشوتی تخصص برده ایشی پیگیر یه داستان هست که ادان یگین به قول معروف سنگ قیمتی هستین، طلا هستین و در حال تحقیق و بررسیت و ایشان که پیشر به نتیجه رسید. یعنی یه نگ نبوده که خبر ما داشته بون یک کویدان یگین سنگ قیمتی هستین ته بلوچستان هسته برای شما ته اونه که افغانستان هسته خوبی رشته کوان یه طبیعت یه منطقه به هم نزدیکه. انو یه معدن طلای تفتام گندشی پشتا کن ایشان هم عرض کنین، یعنی مشما مهندس معدن بلوچ دارن، مشما شرکت معدن بلوچ دارن، خب وابسته به یه جنای بلوچ وابسته به یه گروه یه نیرو هستن. یعنی جداش بلوچ ها زابولیان هم دارن، جداش زابولیان غیر بومیان یا کسایی که تهران جای دیگه یا یعنی یه نه این که فقط دولتیان دارن هادن کار کنن، نه، ولی یه معادنی که سودی بالایی دارید و استخراجی پامان حداقل چندین برابر آنی چیا در یارید یک شی معادن آن همه معدن طلا. خب مشکل معدن طلا گندن بعد شیء که مطرح بود خب آمادم ایشی را گبتن چیش کو تخمینش جد، یعنی بعضی جوانشون که آقا ذخیره قطعی کانسنگ طلا که هستن یک جایشون 100 میلیون تونه یک جایشون 50 میلیون تونه مشما ایشی میانگی نگیره. خب ایشی وقتی با یه اجر شب ذخیره طلا مشما آوردین ایشی البته طلای ناقص خالص نه، ولی این که سود داریتن که ایشان آماده میشه را ته دولت مطرحش کو کابینه ایتاشو وزیر سمت یا ما وزیر صنایع و معادن پیگیر بو گروه های تحقیقیت و ایران ایرانی تام خب ایشان مافیا دارن، یعنی مافیای گوشت داره، مشما مافیای دارو دارن، مافیای معدن دارن، ایشان هر کجا هم تیاب مشمه منطقه هم فعالن. یعنی ارزون کو ایشان فقط غیر بومی یعنی تهران و جای دیگه نه، من زابولی هم هستن، بلوچ هم هستن. خب نزدیک به یه نماینده من نیست، نزدیک به یه جناح خب واردا برسان نبین یک جورای رسول گوشت که آدم چه گروهایی هستن. خب آیی به عنوان مرتجع نام بارتیم، ولی ایشان هم یک چی دارن. یعنی اگه شما یه معدن لیست معادن که ته استان سیستان و بلوچستان شما در بیارید یا کسایی که ته هیئت مدیره معادنن ته سیستان و بلوچستان، خب بلوچستان و گنده زابولیان گنده هم یه معادنی که هنو شما یه موضوع سرایی هستن ایشی نه بلوچی پشته هستن نه زابولی پشته، بلکه یک مجموعه دولتی پشته که معروف به شستا که وابسته به تامین اجتماعی. خب یک شرکتی جاته به نام شرکت توسعه معادن پارس، خب ولی ایشی مالک مستقیم مافیا این که وزارت مسکن شستا تامین اجتماعی ایشان ورنگوی وزارت مسکن ایشان یک گروهی خلاصه ایشان بعد که یه معدن
بررسی بود و گوشتن که آقا اینگین ذخیره با یه حجم طلا داریدیم و ایشان به صورت فورس ماژور اورژانسی سیوسه شروع به چیش کو استخراج. البته ایشان هم نرس کنین اگر شما با یک کموکی بررسی کنید یه به یه معنا نه این که آدم شورای شهرستان تفتان یا فرمانداری خاش یا نماینده های مجلس خاش و حتی ایران شهر یا نیروهای مذهبی خبردار نبودتگن شیشی اتفاقا خبردار بودتگن خبر هم دادتگن رایزنی هم کردتگن و ایشان هم دنبالی بودن که خب به هر حال یک مجموعه و تی سودا و تی چیا خب قول و قرارهایی بود تنوی چیزی که شفایی منو اشکنین یا دوستانی که آدان هستن بحث کنن اگه تی امیشانی یه مطالب هم کسی کنه به یه دادان به یه اطلاعاتان به یه بحث ها رسید و به هر تقدیر شرکت توسعه معادن پارس که وابسته به شستا یا ما تامین اجتماعی این انوشی مالکه ایشی با نیروهای خیلی قوی ببخشید یک لحظه با نیروهای خیلی قوی وشان آنو نشیدن که مثلا یه تعداد من نزانی کارگر گبتگون این که محلی هن این که بومی هن من ایشانو زورتم اما مردم محلی آدم کویشه کویته تفتان هنو شهرستان بود موقع ما که انگرشتیگین شهرستانی نه دیگه برای یک سیاستی پشتی یهش هم هستن که یعنی استان رو تقسیم کنن به شهرستان جنن و نزانین دیستان رو به تبدیل به شهرستان کنن ایشان یک سیاست خاص داری تا مسئله دیگه ای. اما یه اعتراض به ایدان رسید یعنی پشت پرده چی دارید این بیته و چیزی که ما دارین گندین واقعیت چیه مردم پچه یعتندن هنو جینین زرگانه وشه رو به فعال نیک گیرن هنو کاری ندارن که البته امی که یامن یه بحثی مطرح بیتن آقای ایشی نشان دادن که دولت یا که مدنیان تروستگن که آقای کردی تمندانی بازداشت کنن اما تروسته ایشان چون تونتن دو مرحله معدن دیما بگیرن ایشان چیه ادعای بلوچانی که آدن هستن چیه پچه تروستن یا پچه اجازه ندون که جو اولا اگر سیل کنه یه تاریخچه یه معدن که شروع به کار فعالیت کرده نیروی ارته مثلا نزدیک معدن دیسته یه معدن وقتی که یک منطقه یه روتین ماشینای کامیون تریلی که یه تن شاده ردبون منطقه آب و هوا شبیه نبرن یعنی ماشین سنگین کران آک چسته بیتن گرد خاک به خوب نزنین کویته تومندان سمتا شده دادم منطقه خوش آب و هوای سرحده یعنی آدم علاوز آب و هوایی علاوز میوه هایی که آدم تیاب منطقه هستین زردالوی معروفه نزنین گردو ایشان میواجاتی مشهورند بعد جدا شایی یک توریست کونورد دارید ببخش دکتر تیسدا برگردی واجه بورانزه یک میکروفون یکی میکروفون پاچین بکن آقای سعید بورانزه یا من یک لحظه فکر کنی در بوتون شد چیا انو بار متواریته هو جی اسكا واسكا غري انو یه مردم محلی نگرانن چون آقا یه موقعی که شروع به کار کو اصلا یک فعال محیط زیست چش محلی غیر مل هر چی گوشه یکی که بی‌طرف بیت اصلا